منم دم دستگاه پهنه مسکه. آقا مجید حست چیه دفعه اوله میای جلو دوش؟ اصلا مربوط نیستش به هیچ کس مربوط نیست. به تو چه؟ من بقیه رو میوردی جلو دومی الان خودت جلو دومی. گهی پشت بزین و گهی زین به پشت. دیونه نه فوش ندادم من. نه میخوام فوش بدم. در شما میخوام بگی گهی زین به پشت و گهی زین تو. سلام. خیلی خوش اومدید به اولین ویدئوی چنل تریوز. بعدش چی بگیم؟ الان من چیکار کنم؟ یه مش آدم بیکاری. تموم شد و رفت. اومدیم دور هم جمع شیم. آره. چیز بگیم. چیز البته بشنو. مثلا بیکار هم نیستیم. با مثلا با سایت طراحی کنه. با اجازه. این با هوش مصنوعی طراحی کنه. من خواستم تولید محتوا ویدئو فیلم بردار عکاس. تو خود ادیتور چنل منم ولی ادیتور سلام عزیزم. چاکرم. چاکرم زندگی. ما یه آره. چیزی تولید محتوا میکنیم. آقا مجید آره. چیز داره پست میلیونی داره. چند تا هم داره. بریم سراغی که ببینیم قراره اصلا چیکار بکنیم. قراره که چیکار بکنیم؟ آره. توی چنل قراره چیکار کنیم؟ مسائل روزو میکنیم. مسائل روزو مسائل آره. مسائل روز حالا مسائل روز هر موضوعی میتونه باشه. ما هر چیزی ما یه خزب یه بسیاری به حال و خلقتون هوامون تو روز داره. همه چیزا درباره هر چیزی میتونیم حرف بزنیم. عملا. تصمیم اصلا رو اون تصمیم میگیریم که رو چیزت بعد رو چیزامون تصمیم میگیریم که مغزم آره همینه. الان صدا تو خوب میره به نظر صدا؟ اطلاعی ندارم. شاید خوب نره. برامون کامنت کنید که صدا خوب دارید یا نه. حالا دو نفر آدم میخوام ببینن این ویدیو کامنت بدی چی بذارن؟ مثلا همون دو نفر کامنت بذارن. مرسی از پویا که ما رو معرفی کرد تو کانالی تو چیز تو لایک. چتایی مخلص بکس مورتال کامبت پلیرها. هیچ کدومشون ما رو سابسکرایب نکردن. عشق. آره سابسکرایب نکردن. هیچ کدوم سابسکرایب فقط ویو یا همون ندادن. نبود. ما رو پا خودمون وای میستیم. آره. مثل آمریکا وابسته نیستیم. من یه توضیح بدم در کل چیم قراره چیکار کنیم. ما قراره که توی چنل شما که میدونید چرا دارم واسه شما توضیح واسه بینندگان عزیز توضیح میدم. بینندگان عزیز میگه خبره. آره قراره که توی چنل ما اولا که ما هفته‌ای 3 تا شورت داریم. شورتایی که آقا مجید زحمت تهیه میکشه. میکنه و فکراشو میکنه. ذهن خیلی داغونه. ذهنی شدیداً خلاقی تو دیوار. حالا یه موقعی هر هفته پنجشنبه ما تو ظهر دیگه فکر کنم. آره دیگه. آره تو ظهر یعنی 12 ما ویدیومون رو این الان پنجشنبه ظهر آپلود میشه. آره این پنجشنبه ظهر هفته دیگه. آقا مجید بذار ویدیو رو بریم بعدا. بابا خودش محتوا ویدیو دیگه. محتوای ویدیو. آره دعواسم که توی چند این بده. هم آره. دعوا شروع آقا شد. مجید اولین باریه که خودش میاد جلو دور. البته به غیر از شورتی که گذاشتیم که هفته پیش گذاشتیم، شورتی که هفته پیش گذاشتیم. آره اولین باریه که آقا مجید میاد جلو دوربین و خیلی آقا مجید گویا معذبه. آره عذابم. عذاب هم معذب. شهری دارم که همیشه جلو دوربین ول. آره یکم با مثلا دوربین دوربین راحت میبینه عشق میکنه با آره با دوربین. دوربین یکم با چت جی پی تی. آره خب خب چرا چنل زدیم؟ چرا چنل زدیم؟ اصلا چرا چنل زدیم؟ چه دلیلی داشت ما چنل بزنیم؟ بیکار. نه پول می‌خواست. پول میخواد. راست میگه پول یعنی میخواد. که الان دارم به واضح ترین زبان میگم. ببینید باید اندازه بیل گیتس پول در بیارم تو این راه. سابسکرایب کنید. نه سابسکرایب هم نکردید. نه سابسکرایب بکنید. آره بکنید سابسکرایب بکنید. لایک بکنید، کامنت بذارید. اون زنگوله بالا رو هم بزنید فعالش کنید. مثلا این ویدیو رو شما باید 2-3 بار ببینید. نمیگم که بهتره 2-3 بار ببینید. میگم باید 2-3 بار ببینید. واچ تایم بدید بهمون. آره ما باید همینجوری بذارید مثلا گوشه خونم داره نگاه میکنه. صداشم قطع کن. فقط بتابه. یعنی حالا صدامون هم اوکی میتونید گوش بدید. زیاد چیزی نیست. دلخراش. مجید وسط شما میبینید میگه من بود میذارم روش بازم حتی رو حرف خودم آره شاید داداشم هم این برنامه رو ببینه چون داداشم همیشه تو یوتیوب بده. حالا خیلی چنل سلام معروف شاهین. نی. نه داداشم خب ساجست میشه بهش. یعنی سادش میشه. چه نه؟ بهش نشون میده آها. تو اطرافیه. آره ولی داره فوش میده. مهم نیست. سلام شاهین. سلام. حالا ما الان این محیطی که میبینید یه محیط استودیو توره. این تازه داره راه میفته و حالا ما هر روز سعی میکنیم که بهتر کنیم، دکورمون رو بهتر کنیم، چیدمانمون، فضامون
یا تجهیزاتمون رو کلا افزایش بدیم. دوربینمون که نیاز نیست بهتر بکنیم، یه خوب هست دوربینمون. حالا تقریبا آره دیگه بالاخره 17 پرو و مکس. اینکه فقط هم قرار نیست که ما تو این محیط ویدیو بذاریم، یعنی ما تو هر جایی میتونیم ویدیو داشته باشیم. وسط رستوران نشستیم تو رستوران ماشین. شروع تو شد. ماشین. آره اصلا مهم نیست که کجا باشه، میتونیم ویدیو داشته باشیم. بعد من هفته 2 تا رو میگم. نه آقا اصلا ما خودمون رو معرفی نکردیم کی. من آقا مجید بفرمایید. بزرگ جمع هستم. آقا مجید پیر مرد تو. آقا مجید پیر شدم. ای نه بابا آقا مجید نگو. اسوزن. من مجیدم، همین مجید دیگه راحت‌تر. آره آقا مجید. آره تولید محتوا و فیلم برداری و کافه منی و الان یوتیوب و یختم تدوین و یختم دیگه هر کار بنایی نقاشی صافکاری همه کار کردم. بناییش بودم واقعا درجه 1 کار میکنه. چند روز پیش داشت برکاری میکرد تازه. این هیچ برکاری‌ها عالیه. منم که علیم برنامه نویسی، طراحی سایت، تولید محتوا، پیرزن خفه میکنه، همه کار میکنیم. با آقا شهریار توی تیم هستیم. آقا مجیدم تاج سر ما عزیزم تاج سر یادش دیگه فایده نداره که به درد نه امروز یه دیر رسیدم. تو هر روز دیر میاد. معرفی کنم. بذارم خودش معرفی بفهم. سلام شهریارم. خوش الان اومدید. نمیتونم جواب بدم. لطفا بعد تماس. آره شهریارم. منم برنامه نویسم. قبلا تولید محتوا کار کردم، الان دوباره کار میکنیم. دیگه چی؟ خواننده هم هستی؟ شعرم نه کم. والا همچی از خواننده صدای هست. تعریف میکنه انگار مثلا بهنام بانیه. بهنام بانی بودم که اصلا خودکشی میکردم. آره واقعا بهنام بانی بودم خودکشی میکردم. حتی اگه شبیهش بودم صدا. آره اصلا صدا شبیه کیه؟ کی؟ صدا تو شبیه کیه؟ علیرضا شبیه قربانی. صدا من شبیه خودمه آقا مجید. آقا مجید من به هیچ جناحی وصل نیستم. باشه. نه سیاسی نکن بس. سیاسی نکن بس. میگم که تو گونی میکنم. آره. میخونم دیگه. ساز میزنه. بله ساز میزنم. شما ساز میزنی؟ شما ساز میزنی؟ منم بله. شما ساز میزنی؟ من نه من ساز میزنم. گداشم. آره دیگه همین. بریم سراغی که اصلا ما از کجا با هم آشنا شدیم. به به آشنایی. آره ما چه جوری با هم دیگه آشنا شدیم. شروع کردیم با هم کار کردن. خب من و علی زودتر با هم آشنا شدیم. آره. من و علی یه داستان طولانی داره که من یه جای کار میکردم. علی کجا با کار تیم- میکردی؟ ها اوکی یادم. علی با... ما تو یه مدرسه بودیم ولی همه نمیشناختیم نه. آره. بعد من یه جای کار میکردم. علی اومد که اونجا کار کنه با تیم. بعد خب من اونجا کار میکردم و یارو یکم اوضاعی اونجایی که من کار میکردم خوب نبود. نه اوضاعی اونجایی که کار میکردم خوب بود، نه اوضاعی اون شخص خوب بود. اصلا افتضاح. یعنی می‌دونی مثلا داری راه میری کلات رفته. دختر کلاهبردار نه. نیست ها. باد میزنه زیر کلاه آره. میره. آره. دیگه علی و اینا اومدن اونجا کار کنن و من گفتم که دوستان نه لطفاً این کارو نکنید. جمع کن بریم. آره. و نذاشتم که اونجا یعنی نذاشتم، خودشون هم همین تصمیمو داشتن دیگه. من کلا درست در راستای همون بود. گفتم که آره اینجا کار نکنید. اوکی نیست، خوب نیست. دیگه گذشت و ما با هم دیگه یکم اوکی شدیم. رفت و آمده و زیاد شد، تو مدرسه همون میدیدیم. دکتر. دکتر نه دکتر ملقب بود دکتر تو مدرسه. آره تو مدرسه ملقب بودم به دکتر. عالیه. ملقب به دکتر، مهندس، مخترع، همه چی بهت میگفتن. و خب بعد با هم دیگه آمریکا. آره گذشت و دیگه ما با هم اوکی شدیم. من اومدم تو تیم و الانم داریم با هم یه داشی شدیم. بعد یه مدتی علی آقا اون قهر بود، هیچی بگذاریم. آره هیچی اینا رو رد میشیم. ما صفات اسمشو نیمیاریم بودیم. آره. ما یه فضا کار اشتراکی کار میکردیم، یعنی دفتر گرفته بودیم. بعد خب اونجا دیگه تصمیم گرفتیم اونجا نباشیم، اومدیم یه جا دیگه که جایی که الان هستیم. که دیگه ما اومدیم اینجا. ما از قبل مهندس رو میشناختیم. مهندس کی؟ مهندس مهندس ما فعلا نمیدونیم میتونیم اسمشون رو بیاریم یا نه. صرفا نه میگیم مهندس. آره الان مهندس الان مهندسن تا آینده. حتی بعداً هم شاید حتی بعداً. آره ما مهندس رو میشناختیم. و بعد اومدیم اینجا دیگه. آقا مجید اینجا کافه من بودن و اول کافه آره کافه من بودن و خب تو کارا تولید محتوا رو میکردن جفتش. یعنی آقا مجید و ما صبحا پشت بار میدیدیم،
اسرا میرفت بیرون پشت بماند که پشت بارم حین ادیت بود ولی خب آره پشت بارم در حین ادیت بود و خب ما یه مدتی تصمیم گرفتیم همه با هم بریم باشگاه. باشگاه چه فایده؟ آره یعنی شبا ما یه تایمی دیگه آقا مجید رو آزاد میدیدیم، همون شبا بود که تو باشگاه بود، هم داشتیم با هم ورزش میکردیم. آقا مجید زیاد قصدی خوبی تو باشگاه نداشت. هنوز هم شاید نداشته باشه ولی ما حس می‌کنیم الان دیگه قصدش خوب باشه. نه هیچ وقت پیرم بشم قصدم خوب نیست به تو. میگم قصد خوب شده. نه تا آخر هیچی دیگه. تو قبرم بکنن رد. آره پس آره بعد دیگه رفتیم باشگاه و بعد یه مدت من و علی ته کشیدیم. یعنی که پولامون ته کشید. آره واسه همینه ده همین آره. و تصمیم گرفتیم که چنل یوتیوب بزنیم. الان هم که می‌بینید در خدمت شماییم و داریم مخلص یه شکست چرت و عشق پرت خورده. میگیم دیگه. آره همون چرت و تف میدیم. آقا مجید ایداد رو از کجا میاری؟ واقعا عجیبه. جدی دوست دارم بدونم کدوم ایدا؟ ایدایی که واسه شورت ها میاری از کجا میاری؟ هیچی هم بیکارم، یک اینستا میتونم یک شما رو نگاه کنم. یعنی از ما میگیم از هر کسی، یعنی به نظرت ما دلغکیم؟ نه هر کسی، پیرمرده، اون نونبوه، اون بقاله، چقاله، حاضری همینجوری میبینیمش یک دیونه پیونه دور هم. خوبه. حالا الان همش هم آخه یادم رفت چیزی توضیح بدم. اگه که میبینید شورت هامون مثلا بعضی وقتا فقط من و آقا مجیدیم تو شورت ها، آقا مجید صبحا معمولا اینجا و ما مجبوریم صبحا شورت بگیریم ضبط کنیم اینا رو. بعد به خاطر همین علی اون موقع خوابه. آقا رضا رضا جان، آقا رضا ببین من ساعت 9 شبم بخوابم باز قبل 9 و 10 بیدار نمیشم. چرا بیدار میشم؟ بهت قول میدم. البته دست اخوت دادم با آقا مجید، باید بیدار شم وگرنه اخوتش میره تو. روزی 2 بار این دستو میده. والا هر سری هم نیست. یه فوشی بعد اصلا گذاشتم این وسط. اگه 9 صبح بذاری نگم وسط هست دیگه این وسط حل. خیلی بده خیلی بد حل. تو در این جمع خونه هر کی صبح زود نمیاد میاد وسط. آقا مجید که صبحی زود اینجا هست. نه آقا مجید فرق من و ایشون تو هم کشی تو گله. آره. ما یا فعلا مثلا- چند سابسکرایبر داریم؟ ما 3 تا سابسکرایبر داریم. آقا مجید اکانتش مشکل داره. هر چی سابسکرایب میکنه میپره. لطفاً سابسکرایب کنید. ما آقا مجید نمیتونه خودش سابسکرایب کنه. شما سابسکرایب کنید. بله. مگه اینکه اگه این ویدیو 5 میلیون ویو بخوره نه. شهریار جلو حمیدا زشت نباشه داره میبینه آقا میری خونه ساعت هست پسرم حالا نیازم نبود این همه زحمت پلیس میدادم طوری نبود مستقل شدن سخته ولی نداریم. ما فعلا با آقا مجید بدهی داریم. بدهیمون رو راست چند روز دیگه صاف میکنیم. ایشالله. دوست داری که ما ویدئوی بعدیمون، یعنی اولین ویدئویی که قراره با موضوع شروع بشه رسما و شرعا و آره. قانونا دوست داری ویدئوی بعدیمون حزب خلق تو در بیاریم تو چه وسط اینجا موضوعی بشینی. باشه؟ همین رو می‌خواستم بدونم. دوست داری موضوع سیاسی باشه؟ نه سیاسی تموم شده. خب من میگم بکنیش فور یوز داده شهریارم بزنیم واسه ریویو ویدیو. دیگه چیزی نمون فکر کنم. اگه که والا سوالی داشتید نمی‌دونم که آخه حتما خوشتون بیاد یا نه شما والا نه واقعا خب اولین خوشش بیاد تجربه خودش مونه. میاد. واقعا اولین تجربه مونه و داریم یاد میگیریم فعلا که چه جوری شما دوست دارید. رقبا سنگینن قبول ولی خب آخه ما هم دیگه تلاش داریم. آخه الان فعلا ما رقیب حساب نمیشیم. نه، رقبا داریم. یوتیوب آره. میبینن یوتیوب و خب واسه هر درامای بیشتر موردی هست دنبال بهمون کنیم. بگید، ما قطعا روش کار میکنیم. باور کنید با یه دونه سابسکرایب خوشحال میشیم. به خدا. همیشه درست سعی میکنیم همیشه رو درست کنیم و اگه هم که الان چیزی کم بود واقعا عذر میخوام. ما سعی کردیم بهترینمون رو بذاریم و خب امیدوارم که تو ویدیوهای بعدی همه چی بهتر باشه. قطعا فقط همینطوره. دوست دارم که بهمون بگید که چه چیزی کمه، چه چیزی دوست دارید باشه. حتما تو حالا کامنت ها بالاخره برام بنویسید. مسائل روز رو مطرح میکنیم. یه وقتا یه اتفاق تو روز مثلا یه جوری گندش میکنه مثلا خنده دار شه مثلا یا لا درگیری کردن فانش مثلا می‌کنه. شهریا. شاید یه دونه از دادات بزن. ده من میگم فل. هم عصبانی سندی عصبانی میشی. ده این درو ببند. نه داد کلا کارش ریج کردن. چیز مسخره باز در ای درو ببند. نه شیراز واسه بیان بگو. قطعش کنو بگو.
خسته نباشید. نه. ویدئوهای بعدی بودرود بودرود. خدا نگهدار.